اینجایی که شما مشاهده میکنید سد لوجلی در تاریخ یک ماشین همین الان اومد. برج 10389. ماهیگیران در حال تلاش برای ماهیگیری هستند. زحمت‌های بسیاری در این سد کشیده میشه. الان چون اینجا یک ماهیگیری رو مشاهده میکنید، من بیام این ور که الان خورشید از روبروی چیزی دیده نمیشه. خسته نباشین آقا. چون در حال ماهیگیری هستم. چند سال شما اینجا ماهیگیری میکنی قربان؟ جان؟ چند سال اینجا ماهیگیری میکنی شما؟ 10 سال. اوه ماشاءالله. شما هم آقایی که رو آبی راه میره؟ آره. ها؟ شاگرد دیستافسیدم. شاید موفق شد. قلاب تو آب خشم می‌خوره قربان.